رئیس جمهور تاجیکستان که بر سر ملت مظلوم تاجیکستان او قانونی که وضع کرده که در حقیقت از او شعارهایش بوی فرعونی و نمرودی میایه، ما یک تسلیت و یا اینکه در مقابل طاغوت ثابت قدمی ملت تاجیکستان یک تبریکی برای از اونها داشته باشم. برای دیدن بیشتری مطالب اسلامی کانال یوتیوبی ایمان صلات را سابسکرایب نموده زنگوله را فشار دهید. شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم می کند. قبل از همه دوست دارم، چون در طی این هفته ای که گذشت مصیبت عظیم و بزرگی که از طرف طاغوت زمان یعنی رئیس جمهور تاجیکستان که بر سر ملت مظلوم تاجیکستان او قانونی که وضع کرده که در حقیقت از او شعارهایش بوی فرعونی و نمرودی میایه، ما یک تسلیت و یا اینکه در مقابل طاغوت ثابت قدمی ملت تاجیکستان یک تبریکی برای از اونها داشته باشم. به تمام ملت تاجیکستان و برای خواهر و برادری که در تاجیکستان هستند سلام خاص دارم. در هر زمان طاغوت ها، در هر زمان فرعون ها و نمرود ها هست. در هر زمان اگر فرعونی بوده در مقابلش الله سبحانه و تعالی موسی را قرار داده که با او مبارزه کرده است. اگر در زمان ابو جهل ها بودن، محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را الله آورد با اونها مبارزه کرد. در هر عصر حق با باطل و باطل با حق مبارزه داره و چیز واضح و مسلم هست که قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. تو خواهر مسلمانی که در تاجیکستان امروز حجاب تو دشمنان اسلام او را دیده نمیتوانند، حکومت با تمام نظام و قوت و قدرتش میخواه فقط با حجاب تو مبارزه کنه. پس این حجاب خیلی سلاح بزرگ است که یک رئیس جمهور با ارتش خود با یک حجاب خواهر مسلمان خود را به مقابل قرار میده. بناهن تو خواهری که با حجاب اسلامی صبر و استقامت و پایداری میکنی و تو برادری که به خاطر لحیه که سنت انبیاء علیهم السلام، نه تنها سنت رسول الله، سنت انبیاء علیهم السلام، سنت صحابه و سلف صالحین هست، امروز تو صبر و استقامت میکنی، یقین بدان که اجر و پاداش تو به نزد الله سبحانه و تعالی هست. از الله سبحانه و تعالی میخواهیم که خداوند رئیس جمهور تاجیکستان که من حیف میدانم که نام از او را به عنوان امام علی رحمانوف من مخاطب کنم، حیف علی و حیف رحمان که بر روی خود این شخص گذاشته. بر این دعای هدایت می کنم الله سبحانه و تعالی این را هدایت کنه و از این قانونی که وضع نموده پشیمان بشه و ندامت بکشه و از ملت نجیب و شریف مسلمان تاجیکستان معذرت بخواهه و از همه امت اسلامی. مگر تاریخ همه چیز را می نویسد، روزی نامش در کنار فرعون و نمرود و شداد و در کنار طاغوت‌های تاریخ ثبت می شود و در حشر هم با اونها حشر خواهد شد. و تو خواهر مسلمان و برادر مسلمان تاجیکی که در تاجیکستان صبر و استقامت میکنی به خاطر دین، بدان که راه تو و روش تو سمیه وار هست، آسیه وار هست، خدیجه وار هست و راه فاطمه الزهرا و عایشه صدیقه و سایر زنان صدر اسلام خواهد بود و در قیامت با این صحابیات و بزرگان حشر میشوی. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن اسلام در اول هم غریب بود و در آخر هم غریب می شود. فطوبى للغربا. خوشا به حال تو خواهری که
به خاطر حجابت، خوشا به حال تو برادری که به خاطر لحیه که سنت انبیا هست امروز یا به زندان میفتی یا تحقیر میشوی یا تهدید میشوی. الله سبحانه و تعالی در مقابل این همه زجر و شکنجه‌ای که میکشی خداوند برای تو صبر و استقامت عنایت بفرماید. صبر چگونه پاداش دارد؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. ملت تاجیکستان این را بدانن که روزی می آید که این طاغوت ها سرنگون می شوند و تو خواهر محجبه و تو برادر دیندار و خواهر مسلمان بر او مسند قدرت قرار می گیری و تمام حکومت و نظام از آن توست، چون تو بنده خدا هستی و پادشاهی در روی زمین بر تو بنده خدا می زیبد. زمین از خداست و حاکم زمین خداست و باید بندگان محبوب الله سبحانه و تعالی در روی زمین حکمت کنن و حکمت کردن بر بندگان مخلص الله می زیبد، نه بر این شیاطین و شیطان صفتان و این طاغوتان زمان. خدای تبارک و تعالی ملت تاجیکستان ما را از چنگال ظالمین و این گرگ صفتان نجات بدهد. آمین. برای دیدن بیشتری مطالب اسلامی کانال یوتیوبی ایمان صلات را سابسکرایب نموده زنگوله را فشار دهید.